امروز همانند روزهای دیگر جسد را برای غسل دادن آوردند. یک فامیل دیگر برای مرگ کسی گریه می کند. این یگانه اتاقی است که هیچ کس نمی خواهد داخل آن شود. این اتاق است که جسد میت قبل از غسل دادن و شستشو در آن نگهداری می شود. اتاق است که روزانه با مشاهده اجساد انسانها تنبیه می شویم. در شروع امروز مانند روزهای دیگر روز معمولی و روز کار ما بود، اما وقت تابوت را باز کردیم بوی بد و متعفن از تابوت به مشام ما رسید. این تعفن آنقدر تند و زننده بود که دوستانم تحمل مقاومت و ایستادگی را نداشتند و از اتاق خارج شدند. و دوستانم گفتم تا جسد را از تابوت بیرون کنند و من وسایل غسل شستشو را فراهم می کنم. من در حالی که مصروف تهیه لوازم بودم دوستانم ما را متحیر ساختند. آنها نمی توانستند جسد را بیرون آورند. من نیز با ایشان به کمک شتافتم، اما با وجود آنکه جسد خیلی لاغر بود ما 3 نفر قادر به بیرون آوردن این جسد نشدیم تا بالاخره از شخص چهارم تقاضای کمک کردیم. بعد از اینکه جسد را از تابوت بیرون کردیم چیزی عجیب را متوجه شدم. این شخص پوست روشن و سفید داشت، اما چهره و صورتش به شکل وحشتناک سیاه و تاریک شده بود. با خود گفتم دلیل این بوی متعفن و زننده، سنگینی وزن جسد و سیاهی روی این جسد چی بوده میتواند؟ این سوالات مرا متعجب ساختند. حتما در این حکمت است. برادری که به کمک ما آمده بود این خروج از اتاق از من پرسید این جسد چه اشکالی دارد؟ با او گفتم نمیدانم. این جسد مرا نیز متحیر ساخته. دلم تنگ شد. خواستم از بازماندگان میت در این مورد بازخواست کنم. وقتی از خانوادش پرسیدم چیزی گفت که تا آخر عمر فراموشم نخواهد شد. میدانید در جوابم چی گفت؟ او نماز نمیخواند. بله او نماز نمیخواند. ای انسان، تو را چی میشود که با یک پارچه تکه وقتی به دنیا میایی و میمیری تو را میپوشانند؟ تنها لاخت و برهنه به دنیا میایی و با ایچ تنها و برهنه از این دنیا میروی. کجاست آن زندگی؟ کجاست آن دوستان و رفیقانت؟ کجاست پول و ثروت و جاه و جلالت؟ کجاست آن روزگار آغشته به دنیا و کار بار که به خاطرش نماز را که حق خداوند است رها کردی؟ همه رفتند و تنهایت گذاشتند. چونین میپنداشتی که هنوز خیلی جوانی که بمیری، اما فراموش کردی که مرگ پیر و جوان، زن و مرد، طفل و خردسال را نمیشناسد. بله فراموش کردی. ای برادر، ای خواهر، قبل از اینکه نماز جنازه‌ات را بخوانند نماز خدا را بخوان. Did you submit with your heart and your soul? How did you answer the one who was sent as a mercy to you?